روز پیرزن در راه می رفت و بارهای زیاد داشت همراه خود. وقتی که او می رفت یک جوان پیدا شد، جوانی زیبای، و کمک خود را به این پیرزن پیشکش کرد. پیرزن همان دم راضی شد و آنها همراه می رفتند و در راه پیرزن از آن شکایت می کرد که چگونه بعد از دعوتی پیامبر صلی الله علیه و سلم حیات آنها تماما دیگر شد. و آن زمان بود که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوت خود را آغاز کرده بودند، مکه به دو گروه تقسیم شده بود. به گروهی نفرانی که پیامبری محمد صلی الله علیه و سلم را قبول داشتند و باقی مانده گروهی که پیامبری آن کس را قبول نداشتند. و این پیرزن از همان گروهی بود که پیامبری محمد صلی الله علیه و سلم را قبول نداشتند و دائم از شخصیت محمد صلی الله علیه و سلم شکایت میکرد به این جوان و تهدیدهای زیاد هم میکرد. و پیرزن به آن جوان نگریسته گفت که راه ما خیلی طولانی است، بیا آیدی یگان موضوع صحبت میکنیم، کدام موضوعی که خواهی آیدی همان صحبت میکنیم، تنها آیدی محمد نه. زیرا میگفت که این محمد دعوت خود را آغاز کرده است، دین اقربای خود گذشتگان خود را قبول ندارد و ما را میگوید که باید که به خداوند یکتا ایمان آوریم و تنها به او سجده کنیم. زندگی ما پست و بلندی های زیاد دارد و پس از هر یک سخنرانی محمد زندگی ما باز هم مشکلتر و مشکلتر شده استاد است، میگفت آن زن. آن جوانی که به او کمک میکرد آرامانه سخنی نمیگفت و مشکلی های راه را با سری خم پسی سر میکرد و همراه پیرزن میرفت. و اینک آنها به نزد خانه پیرزن رسیدند و هنگامی که آن جوان بارهای پیرزن را نزد در او گذاشت و برای خود ادامه دادن شد، این پیرزن به سوی او گفت که ای جوان، لااقل بگو که چی نام داری؟ بعد آن جوان به پیرزن نگریست و چیزی گفت، لیکن پیرزن نفهمید. بعداً باز گفت که من نفهمیدم چی میگویی، اسمت چیست؟ بعد آن جوان با صدای کمی بلندتر گفت که محمد، پسری عبدالله. بعد از شنیدن این آن پیرزن به زانو افتاد، دستهای خود را برداشت و گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله.